بچه یه خوره این یه جوریه، چون من اولین باره که دارم توی محیط عمومی ویدیو میگیرم و یادم میره به دوربین نگاه کنم و همینطور همه زول زدنی به من نمیدونم چرا، ولی همه دارن نگاه میکنم و این خورده خنده داره، نمیدونم چرا استرسا نیست، بیشتر خنده داره، چون نمیدونم خنده داره دیگه. من وقتی استرسی میشم میخندم، برای همه ویکتس گوزنی هستم و خوش اومد به اولین ویدیو QA و منو بهتر بشناسه خودمون، البته با چت جی پی تی. امروز 13 به دره و اینجا خیلی شلوغه و من قول دادم که این ویدیو رو بگیرم، از دستش فرار نکارش نکردم، یه حس صمیمیتی بینمون باشه و قراره به 20 تا سوالی که چت جی پی تی برای ما طراحی کرده جواب بدیم. حالا شاید بپرسین که چرا من این ویدیو رو دارم الان میگیرم که نتا بسته است و کلا شرایط روی هممون بده، و حالا نه به خاطر جنگ، از قبل جنگ، یعنی از زمستون. دلیلش اینه که من به خودم قول دادم که دیگه امسال واقعا انجامش بدم. حالا توی ویدیوی دیگه ای که شاید این پایین بیاد براتون، نمیدونم، به احتمال زیاد بیاد براتون، گفتم که چرا مثلا میخوام اینا حتما ادامه بدم و یه انگیزه خیلی بزرگ پشتشه. حالا قرار ببینیم که سوالات چی هن و این سوالا رو من چت جی پی تی بله گرفتم، یه نگاه کردم بهشون واقعیتش، ولی اینجوری نبود که بهشون فکر کنم، چون همین الان بهش گفتم یه سوال به من بده که من بهتون جواب بدم و به مخاطبی که الان وجود نداره قرار جواب بدم و اینجور داستان. سوال اول: اسم کامل چیه؟ دوست داری با چه اسمی صدات کنم؟ اسم خودم آیداست، من اسم چنلم گوزنیه و دوست دارم با گوزنی صدام کنم، ولی اسم خودم صدام کنم. اهل کجایی و الان کجا زندگی میکنی؟ من خودم اصالتا زنجانیم ولی 4 سال تهران زندگی میکنم. 3 تا ویژگی اصلی شخصیتی چیه؟ من 3 تا ویژگی اصلی شخصیتیم: خیلی آدم رکیم، یعنی اولیش که خیلی ها بهم میگن اینه که من خیلی رکم و وقتی از دست ناراحت بشم، عصبانی بشم و هر چی بشم میگم و کلا آدمی نیستم که مثلا چیزی و اینجوری باشم که نه بد میشه، چیزا هستم ولی خب رکم. بعد میشه گفت تا حدی مهربونم، تعریف از خودم نمیشه، و مستقلم، میشه گفت مستقلم، یعنی باید گفت. چند سالته؟ الان 23 سالمه، امروز 2 اپریل یا همون 13 فروردینه. من 23 روز دیگه از 23 سالگی میرم تو 24 سالگی. بیشتر آدم درونگرایی هستی یا برونگرا؟ من بیشتر میانه گرام، چون خب کلا که وارد جمع بشم خیلی زود میتونم با جمع گرم بگیرم، کسی که ناآشناست تو اون جمع میتونه با من گرم بگیره، اما کلا اینجوریم که خیلی مونده به اون آدما و به اون جمع و اینا، ولی خب بیشتر میشه گفت میانه گرم. اگه بخوام خیلی دیگه اشاره کنم برونگرا باشم فکر کنم. چه چیزایی خوشحالت میکنه؟ اگه بخوام بگم چه چیزایی خوشحالم میکنه، من یه چیزایی خوشحالم میکنم بازی کردن. چیم بیشتر میترسی یا بدت میاد؟ میشه گفت فوبیامو باید بگم، من از مار، عقرب متنفرم، یعنی صدای مار یا عقرب میشنوم قشنگ اینجوریم که مرمور میشم و حالم بد میشه. عقرب دومش یا مار خیلی وحشتناکه، الانم بهش فکر میکنم یه جوری میشه. بزرگترین هدفت تو زندگی چیه؟ بزرگترین هدف من تو زندگی اینه که آدمایی که حالا میبینم کمک کنم. کلا از بچگیم دوست داشتم که با آدما کمک کنم. حالا یه مدت دوست داشتم دکتر بشم، بعد مثلا انواع ایده ها و اینجور چیزا سرم. این بزرگترین هدفم اینه که کمک کنم، کمک کننده باشم. دوست داری مردم تو رو به چه چیزی بشناسن؟ دوست دارم مردم به این بشناسن که اون خودشه و
همین، یعنی اینکه به نظرم توی دوره‌ای هستیم که آدما خیلی دوست دارن یه نفر دیگه‌ای باشن یا تبدیل به یه نفر دیگه بشن، یا آدمای نمیدونم چی بهش گفت، خیلی بهش اصطلاحا میگن خفن‌تر، ولی این بعضیا رو خیلی فیک میکنه چون نیستن. و من دوست دارم که خودم باشم، هر چقدرم پیشرفت کنم تو زندگیم، هر چقدرم تغییر کنم، دوست دارم خودم باشم، چون چیزیه که در نهایت برای خودم میمونه خودمم. و همین. چه مهارت یا استعدادی داری که خیلی‌ها نمیدونن؟ از اونجایی که من این 4 سالی که دانشجو بودم تهران و خوابگاه زندگی میکردم و اتاقمون کلا پر از انسان بود، ما بچه‌ها تو اتاق شلوغ میکردن، یه ویژگی که من متوجه شدم دارم اینه که من میتونم همزمان رو 5-6 تا فوکوس کنم، 5 تا 6 تا کار، یعنی همزمان کد بزنم، همزمان آلمانی بخونم، همزمان آهنگ گوش بدم و همزمان یکی از بچه‌ها ازم سوال بپرسه جواب اونم بدم، یک گوشم ایرپاد یک گوشم بازه دارم یه کار دیگه انجام میدم و این 3-4 تا کارو میتونم همزمان با هم انجام بدم و میشه گفت یه ویژگی خیلی خیلی نادره، چون بقیه دوستام نمیتونن این کارو انجام بدن. سرگرمی به علاوه چیه؟ من شدیدترین سرگرمی که دارم اینه که بازی کنم. به شدت گیم زدن دوست دارم، حالا چه تفننی چه چی. نمیگم که توش خیلی خفنم یا خیلی نوبم، نه، ولی در حدی که لذت ببرم بازی میکنم و واقعا یه تایم دلم میخواد زیادی از زندگی‌مو بازی کنم، ولی خیلی وقتشو ندارم. ولی خب میگم همیشه بازی دارم، حالا از بازی‌های خیلی ساده بگیر، از همون سیتی ایسلندا بگیر، حالا تا مثلا CS2 و چیزای دیگه. چه محتوایی میخوای برای یوتیوب بسازی؟ ببین، محتوایی که من میخوام بسازم چند بخشه و شاید بهتر بگیم چرا یوتیوب رو شروع کردم. دلیل اینکه من یوتیوبمو شروع کردم این بود که خیلی وقت بود میخواستم شروع کنم، شاید 5-6 سال، ولی به خاطر مشکلاتی، به خاطر کنکور، به خاطر اینکه من مشکل بمونی، به خاطر کنکور پیدا کردم، توپل شدم و اعتماد به نفسم اومد پایین و همینجوری پشت سر هم کلا دیر شروع کردم. ولی یه محتوایی که برای یوتیوب دوست داشتم شروع کنم این بود که خودم باشم و شاید چه دختر چه پسر چه جوان چه پیر وقتی که منو دید یکی از ویدیوهای منو یه روزی دید، اینجور باشه که مثلا این مثلا روحیه جوونی منه، اینجوری بودم منم و الان یادآوری شده برام چرا فلان کار رو انجام ندم، یا مثلا خودش میدونی دوست دارم که آدما رو به خودشون یادآوری کنم. میشه گفت هدفم اینه از اینکه یوتیوبمو شروع کنم و واقعا همینه. خیلی میگن نه هدف همه درآمده، چون من اینو شنیده بودم از یه نفر، ولی باید بگم که من همزمان 3 تا حرفه بلدم و بیشتر یوتیوب رو دارم از روی یه چیز دلی که بتونم از این جهت به آدما کمک کنم که خودشونو بهتر بشناسن. دارم به خاطر این شروع میکنم، نه به خاطر درآمد. و واقعا درآمد آخرین موضوعه، چون که من حرفه‌هایی رو بلدم که نخوام تو یوتیوب زیاد به چشم درآمد نگاه کنم. حالا بریم سوال بعد. اولین باری که جلوی دوربین رفتی چه حسی داشتی؟ اولین باری که رفتم جلو دوربین، من خیلی وقت پیش کلا از 15 سالگی، نه کلا 17 سالگی اینستامو مامانم گذاشت نصب کنم، 17 یا 16 یکی از این دوتا، و اینجوری بودش که از همون اول مثلا میرفتم با دختر خالم و دوستام ویدیوی رقص میگرفتیم. برای اون موقع من به خود کلاس دنس و اینا میرفتم، حالا شاید براتون چندشو بذارم شایدم نذارم، و این ویدیو رقص باعث میشد من مثلا از جلو دوربین رفتنه مثلا اینجوری نباشم که مثلا چرا رفتم جلو دوربین. دوست داری کانال چه حسی به مخاطب بده؟ من دوست دارم کانالم حس خونه به شما بده، حس امنیت به شما بده، حس اینکه
حسی که خودم از یوتیوبرهای مورد علاقه میگیرم وقتی که اعصابم خورده، خستم، وقتی که دارم از سر کار برمیگردم، چیزی تو رو از بقیه متمایز میکنه. هر گل یه بویی داره، نمیدونم، شاید ایده هایی که هر کس داره متفاوته. یه چیزایی تکراری هست ولی ایده های خاص شاید متفاوت باشه و نمیدونم، اینو باید شما بگید. بعدا اگه معروف شدم بیاین بگین چی. اگه بتونی پیام به مخاطبینت بدی چیه؟ اول اینکه من باید بگم من کلاً 23 تا ساب دارم. خدایا. و باید بگم که پیامی که به مخاطبام میدم، بذارید فکر کنم. نمیچی باید پیام بدم به مخاطبی که وجود نداره، به مخاطبی که نت بسته است، به مخاطبی که نیست. امیدوارم یه روزی به این درجه برسیم که خودمون رو واقعا دوست داشته باشیم و خودمون رو قبول کنیم، یعنی 10 از 10 خودمون رو دوست داشته باشیم. و امیدوارم که شما به این اوضاع برسید. الهام بخشت هستن. اگه بخوام بگم تو حوزه یوتیوب کیا الهام بخش منن، من 100% میا و کوروش الهام بخش من و سوگنگ خیلی الهام بخشه و جز اون این 3 تا یوتیوبر، جز اون یوتیوبرایی که من خیلی ویدیوهاشون رو دیدم، خیلی ایده گرفتم، خیلی حس راحتی داشتم و اینکه حس خودم، اینکه فکر می‌کردم چقدر شبیه خودمن و این باعث میشد که من بخوام مثلا بیام و یوتیوب شروع کنم. 5 سال دیگه چه جایگاهی داشته باشی؟ الان که چی یه نفر افتاد، الان که 24 سال 23 سالم، 5 سال دیگه میشم 29 اینا دیگه، یه 2 ساعت 23 روز دیگه 23 هم تموم میشه، 29 اینا میشم، 28 29 میشم. دوست دارم مهاجرت کرده باشم و توی خیلی چیزایی تو زندگیم به یه استیبلی رسیده باشم و دوست دارم که به خانوادم خوشحال باشم. این چیزی که دوست دارم 5 سال دیگه داشته باشم. دوست دارم ماشین مورد علاقه من خریده باشم و تو حالا شغلایی که تو ذهنمم کلا یه خورده همه چی استیبل شده باشه، همه چی اوکی شده باشه و پیشرفتشو کرده باشه. اینجور چیزی رو دوست دارم. آخرین سوال میرسه به سوالی که دوست داری مخاطبا از تو چی یاد بگیرن. چیزی که من دوست دارم مخاطبا از من یاد بگیرن و شما جیگرا از من یاد بگیرین اینه که خودتون باشید. فکر کنم این جمله رو من تو این ویدیو 1000 بار گفتم، چون الان تنها نیتی که از این ویدیو دارم، از اینکه انقدر ساده اومدم جلوتون نشستم، انقدر موهام تو هواست، نمیدونم چرا اینجوری شد. دوست دارم خودتون باشید، حالا هر جور که هستین اینجوری باشه که راحت باشین با خودتون، با دنیاتون و از لحظه لحظه زندگی سعی لذت ببرید. یا اگه ناراحتین، مثلا این روزا هممون ناراحتیم، اگه بخوای خودت باشی حتی تو غم هم بیشتر میشه. برای همین من میگم که خودت بودن چیزی که من میخوام به مخاطبم بگم و بگم خودت باش، مگه خودت چشه. اینو یکی گفته بود، یادم نمیاد کی گفته بود، شاید میا گفته بود. آره، پس خودت باش. و این بود از ویدیوی QA ما و با 20 تا سوال از سمت چت جی پی تی. امیدوارم که این ویدیو اونقدر کسل کننده نشده باشه و شما منو بیشتر شناخته باشید و امیدوارم که تا خرداد ما این پف صورت من بخوابه و با اعتماد به نفس‌های بیشتری همدیگه رو ببینیم. بای 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 بای.